The last speaker, Mr. Momani, have 3 minutes to. Okay, thank you. In the name of Allah, I want to say to our guests, welcome here in Iran and especially Isfahan. I hope you have a good time here. I have a question and a suggestion, but prefer continue in Persian. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. من خب خیر مقدم. من مطلبم این بود، خصوصا با جناب آقای پورنچای دبیر کل محترم ACD، که علیرغم ظرفیت هایی که ما در کشورهای آسیایی میبینیم و اتاقهای بازرگانی خصوصا که بخش خصوصی فعال میباشد، چرا اون کانکشن خوب بین اعضا وجود نداره؟ ما میبینیم که دولت‌های مختلف با سیاست گذاری حتی در سیاست‌های کشورهای دیگه دخالت میکنن. ولی فعالین اقتصادی ما در بخش خصوصی که اعضای اتاق‌های بازرگانی هستند و تأثیرگذار در اقتصاد کشورهاشون، هنوز نتوانستند ارتباط فیما بین فعال اقتصادی در کشور همسایه خودشون رو تقویت بکنن. آیا الان این فرصت نیست با توجه به دومین جلسه که ما بتونیم فعالیت اعضای اقتصادی کشورهامون و اعضامون رو تقویت بکنیم؟ و خصوصا در بخش کشاورزی که اثرات اونو در امنیت غذا، سلامت جامعه، آسایش و آرامش افراد از نظر روحی و معنوی شاهد خواهیم بود و خصوصاً کمک بکنیم به صلح در سراسر جهان. سپاسگزارم.